akan kami sampaikan. Ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menggelar pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky di Saint Petersburg, Rusia. G7 confirm mendukung Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga bilang Iran sebaiknya menyerah tanpa syarat atas Israel. Bagaimana negara Anda menanggapi berbagai tekanan ini? متاسفانه برخوردهای گروه 7 در گذشته و همواره نه بر اساس انصاف و عدل بوده و نه بر اساس قوانین بین المللی و نه بر اساس منطق، بلکه بر اساس یک سری منافع سیاسی آمریکا به صورت پیروی محض از آمریکا تصمیم گرفتن و بیانیه منتشر کردن. ما بیانیه گروه 7 رو نه قبول داریم و نه لازم الاجرا میدونیم و محکوم میکنیم. هر وقت گروه 7 تونست مستقلاً و بدون دخالت آمریکا و نفوذ آمریکا بر اساس اصول و قواعد بین المللی یا اصول و قواعد اخلاقی یا اصول و قواعد انسانی تصمیم بگیره و یک بیانیه به نفع مردم فلسطین بده، تأکید میکنم نمیگم ایران، به نفع مردم مظلوم غزه بده که بگه اینها اونجا دارن از گرسنگی میمیرند و به نفع اونها بیانیه بدهیم، اون وقت ما میتونیم باور کنیم که بیانیه های اینها سیاسی نیست و اخلاقی است. این راجع به گروه 7 که واقعا افکار عمومی مردم خودشون رو هم اقناع نمیکنه، چه برسه به این که بخواد افکار عمومی مردم دنیا رو اقناع بکنه. راجع به آمریکا هم که خب آمریکا از این حرفا زیاد میزنه، تسلیم بشوید و نمیدونم. خب ما اگه میخواستیم تسلیم بشیم که 47 سال پیش تسلیم میشدیم، 30 سال پیش تسلیم میشدیم. به جای اینکه بیان عامل جنگ و فتنه رو از بین ببرن، میان به کسی که مظلوم واقع شده میگن تسلیم شو. یعنی اول اسرائیل ایران رو میزنه، بعد همه از ایران میخوان که خویشتن‌داری کنه. این نقض غرض عقلانی نیست. اگر شما میخواید در منطقه جنگ نباشه و صلح باشه و ثبات باشه، نگاه کنید ببینید عامل جنگ‌های منطقی کی بوده، از او بخواید که دیگه خویشتن‌داری کنه و حمله نکنه. تا زمانی که اسرائیل به ما حمله بکند ما دفاع میکنیم، وقتی حمله نکند دفاعی هم نخواهد بود و این نیازی به بیانیه و قطعنامه نداره. Bagaimana dengan sekutu Iran? Apakah sudah ada yang konfirmasi soal dukungan Rusia, China, Korea Utara, dan bentuk dukungan konkret yang mereka berikan seperti apa? Karena Amerika sudah mulai menerjunkan pesawat militernya ke Israel. هم پیمانان ما اعلام کردن که آماده کمک هستن و به جز این کشورهایی که گفتید کشورهای دیگری هم هستن که آماده کمک به ما هستن. اما ما دنبال گسترش جنگ نیستیم. ما میدونیم ورود بازیگران جدید به جنگ موجب گسترش دامنه جنگ میشه و خطر منطقه‌ای و حتی جهانی شدن جنگ رو به در پی خواهد داشت و ممکنه منجر به جنگ جهانی سوم بشه. لذا ما دنبال این هستیم که تا میتونیم جلوی ورود سایر بازیگران رو به جنگ بگیریم. به کشورهایی مثل آمریکا هم که ممکنه وارد جنگ بشن یا کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکنن مؤکداً توصیه میکنیم که این کار رو نکنن، چون روشن کردن آتش کار آسونیه. یه بچه هم میتونه یه آتش رو روشن کنه، اما خاموش کردنش کار آسونی نیست. ورود به جنگ، گسترش دامنه جنگ، آغاز جنگ همیشه آسونه، ولی شما جنگ رو آغاز میکنید ولی دیگه پایانش دست شما نخواهد بود. Sampai kapan bagi Iran perang ini akan berlangsung? Karena nantinya pada ujungnya siapapun yang menang, yang menjadi korban adalah rakyat. ما جنگ رو آغاز نکردیم. همه دنیا و حتی خود رژیم صهیونیستی معترفند که رژیم صهیونیستی جنگ رو آغاز کرد. ما داریم دفاع میکنیم. هر لحظه که جنگ متوقف بشه
ما خوشحال خواهیم بود. هر لحظه که به ما حمله نشه ما دفاع نخواهیم کرد. دفاع جواب حمله است. این سوال رو بعد از اونایی که جنگ افروزی میکنن و در منطقه آتش به پا میکنن بپرسید. بگید که جنگ رو کی میخواید تموم کنی؟ همونطور که تأکید کردم چند بار، ما فقط دفاع میکنیم و اگر حمله نباشه دفاعی هم نخواهد بود. Itu tadi wawancara jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borucherdi.